مهي كبن لين شوتيخ أنا ذكرنا لي بيوم هوخيخ وغير بهني غاد بهمزبيخ بحريد نساب سوف سارم أبين شر نولد لخامس سارم إيم نفش خابو عدم يود نقشارم عليولي لعلا برا على حرش الكبوت لخازو رياح وغير لاني غاد همسيح پیوست کنن خدای تامین آزمایش خود با صدیقین زیرا کرشا ایمان نتانن آزمایش حق بجا رسانن فخر و ففحیم و مردودانم پهلو نزنن شکستگان رام ابراهیم عابد به خدا دان آزمایش خالق جهان بان نوح بار شنید به جاه آورد شیطان لعین بدو حسد برد سلطنت کرندگار یزدان باشد وجود نحس شیطان دردم طلبید 400 شب در مجلس عشق و بزم دلخم مهمان به جمله شهان کرد شادی بفزود بر زن و مرد شیطان لعین به حق چنین گفت که قادر به مثال بجیافت دیدی که خلیلت این جوان مرد یک بار تو را ز دل برون کرد از بحر خلایق این ضیافت کرد از دل به جان به فتح نصران و از بار تو ای خدای دوران کفتر بچینی نکرد قربان گفتش به جواب قادری پاک که نحس فرید شو منافق این جمله که کرد به هر فورش کو حسب دیدار چه نورش گرزان به مثل بگوی مشهن او را ببرش و من به قربان شیطان چه شنید این سخن را گفت ای حق قادر دانم فرمان بدهش کتاب بینم باور کنم بود یقینم زین قصه گذشت 37 سال من بعد خدای بگو جفت الهان اون لحظه خلاص حق روان شد بشنید خلیل به شادمان شد آزمایش نوبت ندهم بود که بنده من خلیل موجود اسحاق یگان نور دیده اون تازه نهال نور رسیده اندر سر کوه مریا بر اون موضع خاص کبریا بر برگیر و بیا و رش تابان در درگاه من کنش به قربان ابراهیم بنده خداوند بشنید کلام گشت خرسند آمر لسارا کی حموده خمید صحاف گادل بلال آمد عبودت شهاب الیخ به آرهم اشرنا الحاق امرا لخادون على الالتحاق عنايه لبخ بالمتيح وغيراني غاد بهمزبيح اون لحظه بگفت خلیل بسارا ایسا عزیز پور مارم شخصی طلبیده هست به مهمان باید ببرم او را شتابان در خدمتی سر ورش رسانم رد کردن امر او نتانم من بعد دیگر به مکتبش سون با خود ببرم به درس معبود سارا چه شنید این حکایت غمگین ز فراق شد بغایت از ترس خلیل نه نگفتنش فرمان او را به جان گرفتنش اما به جواب این چنین گفت که جان تو گشته بخرده گفت برگیر و برو خدا به همراه پورش نبرید رای الله من بعد بگفت خلیل هوشیار دل بر کرم خدای خود دار
شخر بهشتیم لهلاخ بباغر وشنين عرب ميمت هشيغر يوم عشرين ناقعو الحيغر ويردمود كبود بهود بايغر عماد بيت بنالي مشيخ وغير باني غنغان برامز بيخ ای دل تو سهر ز خواب برخیز که بنده حق بود سحرخیز هر کس که سهر بخیزد از جان کامش به جهان شود مهیا ابراهیم حق شناس بدانم برخاست سهر به زودی از جان صبح سحری ز جا برخاست در امر خدا کمر بیاراست تا بر شکند سحور بالام کو حسد حق بخلق دشنم گر صبح خلیل اول نمیخواست بالآمل عین هر اونچه میخواست میکرد بوی بریان بدیاش در است امر دی اون همان خجیاش معنی دیگر ببین بیاموز در راه خدا تو باش دلسوز شالک و سبوک ز جای خود خیز شباک و جلد و تن و هم تیز اون دم که خلیل ز خواب برخاست در امر خدا به جان کمر بست اسحاق عزیز دوش با دوش همراه خلیل مرد پرهوش دو نوکر خود اتفاق خود برد ابراهیم عبودی جوان مرد شیطان چه بدید که این چنین شد در فکر خودش لعین غمین شد گفتا چه کنم چه چاره سازم اکنون به چه لبه لبازم سنگی بکنم به راه ایشان تا هر دو شوند از او پشیمان این گفت و بشد چه پیر مردی در پیش خلیل بشد بفردی در بعد سلام و پرسش حال با گفت و شنید به حال و احوال گفتا به خلیل در چه کاری از نو خبری به گوش داری ای ز کجا روی تو تعجیل چرا که می دوی تو گفتا که خلیل که می روم زون تعجیل بسبوک به امرامون فرمان خدا به جا بیارم در خبری از کسی ندارم شرمی ز خدا نداری ای پیر کرفت در چه کاری فرزند عزیز می دوانی خواهی که به خود کشتنش رسانی تقصیر پسر به ما بگو چیست این طفل عزیز کشتنی نیست فرمود خدا بکن تو قربان از جمله گاو گوسفندان گفت اسم غر ببر باطفاق فرزند عزیز یگانه اسحاق کی گفتا چنان بکن تو اسحاق قربان خدای جمله آفاق هرگز که خدا چنین نگوید شیطان را تو غلط بگوید بشنید خلیل به خشمگین شد در لحظه به قهر به حلین شد گفتا که ایا لئین مردار شریر پیس و نابود خواهی که مرا ز راه یزدان اله بکنی به من چه دزدان نامید شد از خلیل شیطان بچاره شد به سفل حیران من بعد از این بساخت خود را مانند یکی جوانان ایران خود را بنمود پیش اسحاق چون لاله باغ در دلش داغ کردی برخوش سلام گرمی بگشودی زبان به لفظ نرمی گفت ای مهی نازنین چه حالی هرگز نبود تو را ملالی همراه پدر کجا روانی تعجیل کنم چنین دوانی اسحاق جواب او بفرمود که رفتن من به درس معبود پیشی پسری میان نوح تو را خدا که در بیدن راه آموزم به هم به جا بیارم فرمان خدا کردگارم شیطان به جواب اون سخن گفتا که تو جهالی نابون پیش پس خود خبر نداری عقل به خرگو به سر نداری بینی پدرت کنده اینا دارد به تفاق خونخوار
لیکن زبرای اصل قربان همراه نگرفت یک زیوان. تحقیق بدان تو را خوشت زار سوزاند آن گاه جنان کار. وقتی که تو را بکشت به هم سوخت تو را بخونه خود بکجا تو خواهی آموخت. تو را به حیات میتوان خوان که وقتی نمات میتوان خوان. اسحاق شنید مبارک اشفون در لحظه جوابش این چنین گفت که نحس فلید شما مردار فرزند پدر به هم تو بگذار. بابا و پسر تو را شکار است شیطان آن هست که هر ذکار است. ای نحس فلید از این چه بهتر مقبول بشوم به نزد داود. شیطان بشنید به خیر درمان تقلید بکرد به سر به جنبان. در لحظه برفت بر سری را موجود نمود آب دریام. شاید که شود مانعیشان تا اون که شود از او پشیمان. چون چشم خلیل به دریا افتاد محکم کمرش به بسته استاد. پا را به میان آب بگذاشت فرزند عزیز در بغل داشت. اون آب رسید تا بغل جفت او را بگرفت بر سر کفت. پاسخ بخواند ز آب بگذشت شیطان ز فعال خود خجل گشت. چون دید که کار او نشد راست از جانب این نهر برخاست. اسحاق و خلیل به جا بگذاشت غمگین شده ز دار برگشت. در دم بدوید نزد سارا گفت ای مهو نازنین رعنم. اسحاق ابن حد کجا رفت گویا که به رحمت خدا رفت. هر چند که زنی زبان نفهمیم از غافلیت چرا نفهمیم. گفتم به تو صد کرد که اسحاق از دست مده که می شنیدم. اکنون که تو داده شزود است ظلم ستمی شدست بوده است. کامی که خدا حاصل گردان ناگاه خلیل بکش بسوزن. سارا چه شنید این سخن را جامه بدری چه شد پسر را. شا درد سرش کشید به اندام خودش خاک ره ساخت. هم نهر کشید از دل جان چون نهر شیر در بیابان. روی سر خود ز فنج میکن فریاد فغان چند در چند. دو سنگ کلان گرفت در دست در سینه بزد سینه بشکست. خون از دلدگان روان کرد صد نخله برای نوجوان کرد. نانش به غم به داغ شد جفت پیوسته میان گریه میگفت. ای گل باغ زندگانی ز حیاتت چه بدانی. اسحاق عزیز نوجوانم چون زنده بمم تو را نبینم. بودی به همین غمش گرفتار گریان ز غم غریب و بیمار. وقتی مدتی برو سر آمد شیطان لعین دوباره آمد. ناگاش رسید او از آن را گفتش به یقین به حق علم. اسحاق عزیز تو نمرده است حی هست و قیام و ساق زنده است. سارا بشنید و لرزه کرد اون از تاب خبر خوشی بمرد اون. چون راه برای جان اسحاق بسپرد و برفت دهر آفاق. شیطان شهیدی خود به جا رسانید صد لعنت حق برو بخوانید. یدونها بکی غرام لیمور اور هریتیم ساس برنگا شهر همور و یومرون لون حزرق به همور. آنا شوفو آم مشولیم لخمور وانی و نالش فتح آلیدانی غد رهمیز زن آب گذشت چون شتابان اسحاق و خلیل در بیابان. رفتن چنین سه روز در راه روز سیمین به امر الله. بابای کلان خلیل دانا از دور بدید موریارم. دید او که ملایکه هزاران اندر سر کوه شاد خندان. هر یک به نشاط و خامیرانی و همه میدن نشانی. که این هست خلیل شیر علم اسحاق گانهش به امرم.
آورده پسر برای این کار، قربان بکند برای جبار. اون حال عجیب را خلیل دید، در لحظه او از اسحاق پرسید که نور دو دیده به هنر بر، بگو چه بینی از برابر. گفتا که ملائکه هزاران بینم به نشاط و عیش خندم. گوید که خلیل آید اینجا، قربانی کند برای یکتم. گفت ای پسر گزیده من، دیدی تو چون که دیدم من. پرسید از آن دو نوکرانو، چیزی دیدیدن در سر یکم. گفتند که هست بلند و پستی، دیگر ندیدیم چیزی براستی. چیزی که نشد زشان عیانش، من بعد خلیل به نوکرانش. گفتا که شما حفظ روانید، در پهلوی خر به جا بمانید. تا ما سرکو رویم ره نوردیم، یک سجده بریم و باز گردیم. حال خوشنیم لعصا قبل خام، و یعنی اسحاق لأبی بکاخام. أبي رئيش وعدس معرخام، أيدني سن أشير كهلاخام. هات بيوم زد الخاش وخياخ أغيد واني رعاد بهامز بياخ. اسحاق و خلیل هر دو رفتن، راه جانب کو برگرفتن. رخصت طلبید اونگاه اسحاق، گفت ای پدری تمام آفاق. خواهم سخنی بفرسم اکنون، رخصت بده و بگو چه بچون. این کنده بکارد و آتشت هست، یک بره چرا زیادت رفته است. و یعنی أبيب بإلحاي محسن، كي هو شرير لعلا حسن. دعا كل شر يحفظ إلهيم يعسم، نبني بني يوم لفنا بكسي. آزي أمير زي بخواز وياخ أغيد باني غد بهمز بياخ. بابا به جوابش این چنین گفت، از رمز نهان دوری غیصفت. فرزند من ای شای خردمند، در دل کرمی خدای خود بند. قادر همه چیزی را توان است، از بهر تو برای مهیاست. قربان بکنم هر آنچه بینی، از بهر چه پس و دل غمینی. دافعوا بشعر رحيم لفتوخ، حبين ليزابخ بعراب لزبوخ. قويم لاين وبرحاب لفتوخ، ببويدوناي يا حليفو كوخ. يرشوب نحرد الاستقياح وغيداني غان يا مزبيح. اسحاق شنید که این کلام بشنید، از دانش و عقل خود بفهمید. خوشحالی به شادمانی کرد اندر دل خویش اون جوان مرد. زیرا که بودش 37 سال، ادراک بودش و فتح اقبال. پس هر دو به یک خیال برفتن، راه جانب فیض برگرفتن. می کرد خلیل به دل مناجات، می خواست همین سخن به هنجات. یا رب حق هزار یک نام، از جود کرم به فضل و انعام. فرصت بده